Nurullo Tajik Eagle Ali. با او ماشین توفا کردند. با او حتی خانه و دری زمانوی هدیه میکنند. چند مومنت‌هایی بود که قریب از هوش به هوش میشدیم که بانوانی عزیز، من سرش دیرکتور کمپانی فبریک هستم. مدت بسیار کمی است که در این کمپانی کار میکنم. من هم فکر میکردم که از عهده این کار نمیبرایم. با این کار باوری نداشتم، لیکن پس از رجیستراسیون شدن با ابوچنی هایی که داشتم فهمیدم این کار به نهایت آسان است و من در مدت 5 کاتالوگ سرویس وانی دیرکتور شدم. شما بانوی عزیز را به کار در کماندای خودم دعوت کنم. شما میتوانید که رایگان به این کار داخل شوید و هر 3 هفته صاحب درآمد، صاحب بانوس‌ها و تحفه‌های نقدی از طرف من و از طرف کمپانی شوید. برای معلومات بیشتر با رقم‌هایی که بر روی اکران هستند تماس بگیرید. نورالله علیف چمپیون جهان شد. ورزشگری توجیک در عرصه بین‌المللی در ورزش UFC نمایان‌ترین چهره در اینترنت گشت. نورالله با رقیبش آلویس در یک سبقت مبارزه برده در دوره نهایی غالب جام UFC در جهان گردید. او روزی 6 مارس به تاجیکستان آمد. او را در فرودگاه خلق تاجیک با یک آمادگی خاصه پیشواز گرفتند. با گل و گلدسته پیشواز گرفتند و در سطح بلند نامینکش را در تلویزیون‌های کشور نام گرفتند. این خود ستایش و پاسداری نسبت به ورزش و ورزشگران کشور محسوب می‌یابد. با او ماشین توفا کردند. با او حتی خانه و دری زمانوی هدیه می‌کنند. این را با یک آواز می‌گفتند مخلصان نورالله. او شایسته تحسین گشت. او نامبردار تاجیکستان گشت. او نشان داد که تاجیک نیز قوه برجسته دارد. او اثبات کرد که تاجیک چنین ورزشگرانی با مهارت و مشت زور تربیت می‌کند. نورالله علیف در صحبت چنین ابراز داشت که از پیشواز مردم کشورم بسیار خرسند گشتم. من باوری داشتم که رقیبم را زود شکست می‌دهم و باعث احسان و آفرین مردم سربلند تاجیک می‌گردم. رحمت به شما و زنده باشد پیشوای ملت ما. تاجیکستان به پیش می‌گفت و خرسندی‌اش حد و کنار نداشت. ما نیز از توجه حکومت تاجیکستان و مردم با آر و بناموس کشور زیاد منت داریم که یک تاجیک نامبرآورده خویش را در سطح بلند پیشواز گرفته او را چمپیون در عرصه جهان عنوان دادند. Nurullo Tajik Eagle Ali. در تاریخ تاجیکستان یکنیم ورزشگری که بگیم ویز جهان آرزوی میکنن که در تشکیلات UFC برآمد کنن و خلق ما جمهوری ما بسیار انتظار بود که یکمی میبره برآمد میکنه پرچم از زمین برداره. خداوند همین چیزا به ما نصیب کرد. برآمدیم در اولوی اقیانوس پرچم از برداشتیم. چند مومنت‌هایی بود که قریب از هوش به هوش میشدیم که زوات سنه کردیم و پیروزی به دست آوردیم. کنی نخون به توقعت شدم. راستی دوستان این 2 روزه که من نبودم، من همین 2 روز پیش یک ویدیو را در کانال میروپرو که تماشا کردگی بودم، همونجا یک گرانیت به نام بخر رکلام کردگی بودم. همون رقم را گرفتم زنگ زدم. یک موقع که میدونستی در خانه بودیم در کمینا داشتم میترسیدم که ببرویم. نیکی رفتم در حقیقت هم اینو کانال میروپرو گپ زدم 500 روبل سکیتکا. بهترین من سحر روان میشم. حتما هر روز سفر دارد. برادرایی که ما را عین خود تماشا دارین کدامی که شما میخواین که گرانیت بگذارین اکای بخره بدورین ای کانال میروپرو مراجعت کنین 500 روبلی با هر یک شما سکیتکا میکنه. بچه‌ها رفتیم.